سرخط خبرها. ادعای جنجالی وزیر خارجه آمریکا درباره ایران، افشای اسناد محرمانه اسرائیل درباره پایان جنگ با ایران، جنگ قریب الوقوع اسرائیل و مصر نزدیک است و مسکو آماده کمک برای حل مسئله هسته‌ای ایران هستیم. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در سفری به تل‌آویو بر ادامه کمپین فشار حداکثری ترامپ علیه ایران تاکید کرد. او افزود آمریکا متحدان اروپایی خود را به فعالسازی مکانیسم اسنپ‌بک و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران تشویق کرده است. روبیو این اظهارات را در حالی بیان کرد که تنش‌های منطقه‌ای پس از حملات ژوئن به تأسیسات هسته‌ای ایران افزایش یافته است. روبیو مدعی شد موشک‌های میانبرد و کوتاه‌برد ایران تهدیدی برای حضور نظامی آمریکا در منطقه، امنیت اسرائیل و حتی کشورهای خلیج فارس و اروپا هستند. او این تهدیدها را دلیلی بر ادامه فشارهای اقتصادی و نظامی بر تهران دانست. بر اساس گزارش‌ها ترامپ در فوریه 2025 دستورالعمل امنیت ملی جدیدی برای اعمال حداکثر فشار بر ایران امضا کرد که شامل همکاری با اروپا برای فعالسازی اسنپ‌بک است. در بخش دیگری از سخنان خود روبیو بدون اشاره به اقدامات نظامی اسرائیل در غزه که طی نزدیک به 2 سال گذشته هزاران کشته بر جای گذاشته بر لزوم بازگشت اسرا به خانه‌هایشان تاکید کرد و گفت حماس نباید بیش از این به عنوان یک نیروی مسلح وجود داشته باشد، زیرا نه تنها امنیت اسرائیل بلکه جهان را تهدید می‌کند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مذاکرات آتش‌بس در غزه همچنان ادامه دارد و حملات اخیر اسرائیل به رهبران حماس در قطر تنش‌ها را تشدید کرده است. تحلیلگران معتقدند این مواضع روبیو بخشی از استراتژی ترامپ برای تقویت اتحاد با اسرائیل و فشار بر ایران است. فعالسازی اسنپ‌بک توسط اروپا که در اواخر اوت 2025 آغاز شده می‌تواند تحریم‌های شورای امنیت را در سپتامبر بازگرداند. با این حال ایران هشدار داده چنین اقدامی تنش‌ها را به طور جبران ناپذیری افزایش خواهد داد. منابع اسرائیلی بخشی از صورت جلسات محرمانه کابینه امنیتی را منتشر کردند. این اسناد ابعاد جدیدی از جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران را آشکار می‌کنند. گزارش‌ها نشان می‌دهد مقامات اسرائیلی به دنبال بی‌ثبات‌سازی داخلی ایران بودند، اما در این هدف شکست خوردند. به گزارش تایمز اسرائیل این اسناد توسط شبکه 13 تلویزیون اسرائیل فاش شده است. در 12 ژوئن 2025 تنها یک روز پیش از آغاز حملات هوایی نشستی فوق محرمانه در پناهگاهی در تپه‌های غرب بیت المقدس برگزار شد. بنیامین نتانیاهو برای توجیه جنگ غیرقانونی گفت: ما در لحظه‌ای تاریخی قرار داریم. اگر اکنون ایران را متوقف نکنیم در چند سال آینده به ده‌ها هزار کیلوگرم مواد منفجره هسته‌ای دست می‌یابد. آنها مواد کافی برای 8 یا 9 بمب دارند و بر تسلیحاتی کردن آن کار می‌کنند. نتانیاهو اذعان کرد ایران به دومین قدرت موشکی بالستیک تبدیل می‌شود. پس از نابودی تأسیسات و ترور دانشمندان، مذاکرات در فضای تازه برگزار خواهد شد. یک مقام ارشد نظامی اهداف را تخریب نتنز، هدف قرار دادن مسئولان هسته‌ای و حمله به مراکز تبدیل اورانیوم توصیف کرد. این مقام افزود حتی پس از حملات ایران بخشی از مواد غنی شده را حفظ می‌کند و صدها موشک شلیک خواهد کرد. او تاکید کرد جنگ نیازمند راه حل دیپلماتیک است. این اعتراف به بنبست نظامی اسرائیل در برابر ایران است. طبق اسناد اسرائیل طرحی چندین ساله برای جنگ آماده کرده بود. یک مقام اطلاعاتی گفت عملیاتی غافلگیر کننده علیه موشک‌های ایران و بی‌ثبات سازی آن داریم. رونین بار رئیس شاباک سناریوی آشوب میان اعراب و یهودیان در ایران را مطرح کرد. اما حملات نه تنها جامعه ایران را متزلزل نکرد، بلکه انسجام داخلی را افزایش داد. در نشست 13 ژوئن وزرا بر جلب حمایت آمریکا تمرکز کردند. ران درمر وزیر امور راهبردی گفت نتانیاهو ترامپ را برای اعزام هواپیماهای سوخت رسان و حمله به فوردو تحت فشار گذاشته است. درمر افزود ترامپ منتظر لحظه مناسب برای حمله به ایران بود. یاسرائیل کاتس وزیر جنگ اسرائیل ادعا کرد پیت هگست وزیر دفاع آمریکا قول هواپیماهای سوخت رسان داده است. اسموتریچ وزیر دارایی گفت باید همچنان به دنبال ترور رهبر ایران باشیم. نتانیاهو تاکید کرد باید ذخایر سوخت تهران را به آتش بکشیم، مقامات را ترور کنیم و محله‌ها را تخلیه کنیم تا ایران بی‌ثبات شود. او افزود اگر محله‌ها تخلیه شوند پیروزی است. گزارش‌ها نشان می‌دهد اسرائیل به دنبال هدف قرار دادن غیر نظامیان و ایجاد هراس بود. کاتس استدلال کرد جابجایی مردم عملی و نمادین است. باید زیرساخت‌های غیر نظامی را بزنیم. اما درمر مخالفت کرد و گفت این کار جنگ را زود پایان می‌دهد. ایران با شلیک بیش از 500 موشک بالستیک و 1100 پهپاد پاسخ داد. این حملات 31 کشته و بیش از 3000 زخمی در اسرائیل بر جای گذاشت. بیش از 2300 سازه آسیب دید و 13000 اسرائیلی آواره شدند. نتانیاهو که وعده پیروزی بزرگ داده بود در روز چهارم با اعتراض مقامات امنیتی روبرو شد.
او عصبانی گفت درباره پایان جنگ صحبت نکنید، اما اسرائیل نتوانست فردو را نابود کند. ترورها ناکام ماند و شورش داخلی رخ نداد. این اسناد شکست استراتژیک اسرائیل را برجسته می‌کند. تال اورتان، کارشناس نظامی اسرائیلی و افسر سابق اطلاعات نظامی، نسبت به احتمال وقوع جنگ بین مصر و اسرائیل در آینده نزدیک هشدار داد. او در پیامی در حساب کاربری خود در ایکس خطاب به دستگاه‌های امنیتی و سیاسی اسرائیل نوشت: چشم خود را به مصر بدوزید. مصر در حال آماده‌سازی برای جنگ علیه ماست. این اظهارات همزمان با کمپین رسانه‌ای فزاینده در تل‌آویو مطرح شده که به احتمال درگیری با مصر و ترکیه اشاره دارد. رسانه‌های اسرائیلی ادعا می‌کنند جنگ با مصر تنها مسئله زمان است. روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد روابط دیپلماتیک اسرائیل و مصر به پایین‌ترین سطح رسیده است. توافقنامه‌های ابراهیم که در ابتدا نوید صلح گرما همکاری می‌داد، اکنون به صلح سرد و منجمد تبدیل شده است. عناوین روزنامه‌های اسرائیلی اخیراً بر افزایش قدرت نظامی مصر تمرکز دارند، از جمله مانورهای عظیم این کشور با آمریکا، روسیه و چین. اظهارات نتانیاهو در مصاحبه با کانال ابوعلی اکسپرس در تلگرام تنش‌ها را افزایش داد. نتانیاهو از آمادگی اسرائیل برای بازگشایی گذرگاه رفح از سمت غزه برای خروج ساکنان به مصر سخن گفت. این ایده که کوچاندن فلسطینیان را تداعی می‌کند خشم رسمی و مردمی در مصر را برانگیخت. وزارت خارجه مصر واکنش نشان داد و تاکید کرد مصر به هیچ وجه شریک کوچاندن مردم فلسطین نخواهد بود. کشورهایی مانند اردن و امارات نیز با این اظهارات مخالفت کردند. گزارش‌های اسرائیلی نشان می‌دهد موضع مردم مصر نسبت به اسرائیل از سال 1948 تغییر نکرده و توافق صلح تحول اساسی ایجاد نکرده است. رهبر سیاسی مصر به ویژه پس از جنگ و بحران انسانی در غزه موضع قاطع‌تری اتخاذ کرده است. اسرائیل هنوز نتوانسته سفیر خود را در قاهره منصوب کند و مصر این موضوع را رد کرده است. مصر ده‌ها هزار سرباز را بدون هماهنگی با اسرائیل در سینا مستقر کرده که پیامی حاکمیتی و نظامی تلقی می‌شود. روزنامه اسرائیلی توافقنامه گازی دو کشور با ارزش تقریبی 35 میلیارد دلار را بیشتر نمادین توصیف کرد و به شکنندگی همکاری‌های اقتصادی در سایه وخامت سیاسی اشاره داشت. الکسی لیخاچوف، مدیرعامل شرکت روس اتم، دوشنبه در 69مین کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد روسیه آماده است به هر طریق ممکن به یافتن راهکارهای دیپلماتیک برای حل مسائل برنامه هسته‌ای ایران کمک کند. او گفت حل و فصل مسئله هسته‌ای ایران تنها از طریق گفتگوهای دیپلماتیک امکان پذیر است. لیخاچوف از توافق 9 سپتامبر میان ایران و آژانس برای احیای پادمان‌ها استقبال کرد و آن را نمونه‌ای از حل مشکلات پیچیده از طریق مذاکره دانست. مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا با میانجیگری عمان درباره محدودسازی برنامه هسته‌ای و لغو تحریم‌ها پس از حملات ژوئن اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران متوقف شد. آمریکا به حمایت از این حملات اذعان کرد نقض حاکمیت ایران بود. این حملات آسیب جدی به تأسیسات وارد کرد. مجلس ایران به دلیل گزارش جانبدارانه رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، و عدم حفاظت از تأسیسات تحت پادمان همکاری با آژانس را تعلیق کرد. با این حال در اوایل سپتامبر ایران و آژانس به توافقی در قاهره برای از سرگیری همکاری‌ها دست یافتند. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، این توافق را سازوکاری عملی توصیف کرد که شرایط امنیتی ایران و الزامات فنی آژانس را در نظر می‌گیرد. او هشدار داد هر گونه اقدام خصمانه از جمله بازگرداندن قطعنامه‌های شورای امنیت این توافق را پایان می‌دهد. ممنونیم که تا پایان با ما همراه بودید.